دادگاه نایه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه روز 3 نوامبر سال 2022 در یک مرافعه‌ای که بدون اشتراک نمایندگان جامعه و ژورنالیستان در بنای سزای رقم 11 شهر دوشنبه دایر شد، ژورنالیست سابق تلویزیون تاجیکستان زفخبک سیدامینی را بر اساس ماده 307 به همکاری با حزب سازمان‌های ممنوع گناهکار شناخته به 7 سال زندان محکوم کرد. عیبدار کننده دولتی روز 3 نوامبر از دادگاه برای سیدامینی همچون جزا 7 سال و 6 ماه زندان را طلب کرده بود. ظاهرشاه دولتیاروف وکیل دفاع زفخبک سیدامینی بعض پلوس گفت آنها بعد از مشورت با زیرحمایه‌اش موقع خود را معلوم میکنند و تصمیم میگیرند که به زینه بالایی شکایت میکنند یا نه. در چند ماه آخر در تاجیکستان علاکه 12 ژورنالیست و بلاگر به حبس گرفته شده. از این شمار علاکه دلیر امامعلی به 10 سال زندان، عبدالله غربتی به 7 سال و 6 ماه و محمد سلطان و اینک زفخبک سیدامینی به 7 سال زندان محکوم شدند. خود زفخبک سیدامینی روز 3 نوامبر قبل از اعلان حکم در سخن آخرینش در دادگاه گفته است خود را گناهکار نمی‌شمارد و با هیچ حزب و حرکت ممنوع در تاجیکستان همکاری نداشت. یکی از نزدیکان زفخبک سیدامینی که در مرافعه اشتراک داشت بعض پلیوس گفت او از طلب عیبدار کننده دولتی برای 7.5 سال زندان ناروزگی و اعتراض کرده و گفت وجه‌های آورده او به نظر گرفته نشدند. او گفته است که برای پیشگیری از جلب جوانان به صف حزب و حرکت‌های ممنوع، مخصوصا شرکت جوانان تاجیک در جنگ‌های سوریه و عراق و داعش، برنامه‌های تلویزیونی آماده و پخش می‌کرد و بیشتر آنها ثمر دادند. سیدامینی همچنین گفته است که برای این برنامه‌هایش او از سوی افراد ناشناس تهدید می‌شنید، ولی کارش را دوام میداد و کوشش میکرد که برای گرفتن پیش روی این پدیده نامطلوب سمگذار باشد. زفخبک سیدامینی روز 8 یولی سال 2022 از سوی کارمندان شعبه اوباپ شهر وحدت دستگیر شد و چند ماه باز در سزای دوشنبه قرار دارد. محکمه پرونده زفخبک سیدامینی روز 11 اکتبر آغاز یافت و در بنای سزا میگذشت. به مرافعه نمایندگان جامعه شهروندی و خبرنگاران راه داده نشدند. حتی آخر شده‌بار نزدیک ژورنالیست بازداشت شده نیز تنها در مرافعه سوم و آخرین اجازت حضور پیدا کردند. در دو مرافعه گذشته آنها پس در مانده بودند. با گذشت قریب 4 ماه از بازداشت فرزندش، مادر زفخبک سیدامینی تنها روز 29 اکتبر توانست بالاخره به دیدار فرزندش برسد و نیم ساعت با او صحبت کند. با این ملاقات همسر ژورنالیست را نیز راه دادند. حبیسه یتیمو و مادر روزنامه‌نگار بازداشت شده در صحبت با پلیوس گفت حدود نیم ساعت با پسرش صحبت داشت و زفخبک سیدامینی بیشتر از کودکانش پرسید. زفخبک سیدامینی 38 سال داشته قبلا در تلویزیون تاجیکستان کار میکرد. سالهای آخر او به تجارت و معرکه‌های خیریه از جمله جمع‌آوری کمک برای کودکان یتیم مشغول بود و چند ماه اخیر قبل از بازداشتش در دوشنبه در ساختمان کار میکرد. زفخبک سیدامینی هم زمان در اینترنت در مسائل داغ جامعه اظهار نظر میکرد و اخیراً کانال خودش را هم گشوده بود. باور می‌رود که او و ژورنالیست دیگر مستقل عبدالستار پیر محمدزاده از سبب پشتیبانی گرمشان حسمکسبان ماه ایون دستگیر شدهشان دلیر امامعلی و عبدالله غربتی به حبس گرفته شدند. سازمان‌های بین‌المللی حامی آزادی مطبوعات از جمله کمیته دفاع از ژورنالیستان نیز پرونده‌های این 4 ژورنالیست تاجیک را بافته و بی‌اساس نامید و از مقامات تاجیکستان خواستند که همه ژورنالیستان زندانی را آزاد و تعقیب و ترساندن ژورنالیستان را بس کنند. دوشنبه به این دعوت‌ها تا حال یگان پاسخ نداده است.